9. جایی میان بنفش و خاکستر. گفتم حقیقت کدام است دکتر پانتیه؟ هرگز کسی لبخندی نزد چون این زیبا که این دکتر. خب حالا میشد آسوده خاطر بود که فردا وقتی درازم میکنند روی آن تخت جراحی، دکتر پانتیه به تلافی آن هواپیماهایی که اصابت کردند به برج‌های ورلد ترید سنتر، چاقوی جراحی را مثل مغاری که بچرخانند توی کنده توت، نچرخاند توی کاسه چشمم تا تهی کند آن را یکسره از هر چه بینایی. دکتر پانتیه نجات پرست نبود. حتی احترامی که او به من میگذاشت هیچ هموطنی نگذاشت. دفعه قبل که برای عمل چشم راستم رفته بودم پیشش، وقتی پرسید شغل شما و گفتم نوازنده، رفتارش تغییر محسوسی کرد. حالا پرسشنامه‌ای که قبلا منشیش داده بود پر بکنم توی دستش بود. میدانست چه کارم. باز میپرسید. لابد میخواست مطمئن شود اشتباه نوشته نشده. آخر پزشک سرشناسی بود و هر که توی اتاق انتظارش بود سر و لباسی داشت برازنده. شاید هم میخواست تأکید کند که اهمیت میدهد به نوازنده بودن من. این فرانسوی ها اینطورند. همون کافه‌چی محل هم وقتایی که میرفتم قهوه‌ای بخورم، اگر جعبه ستار روی دوشم بود رفتارش فرق داشت با مواقع دیگر. قهوه را که میگذاشت روی پیشخوان طوری میگذاشت که یعنی این هم یک قهوه دبش برای آقایی که شما باشید. خب فرانسوی ها اینطورند. عمل ساعت 8 صبح روز بعد است، اما انگار میدانند آدم پایش که برسد به بیمارستان طوری با پرستارش رفتار میکند که انگار مادر اوست، طوری با پزشکش رفتار میکند که انگار پدر اوست. همین که اتاق را به او تحویل میدهند فوری میرود روی تخت. هنوز عملش نکردند، اما طوری خودش را ولو میکند که انگار تخمهایش را کشیدند. ظرافت دارند این فرانسوی ها. میدانند بیماری که قرار است روز بعد عمل بشود کم و بیش همان حسی را دارد که گوسفندی منتظر رفتن به قربانگاه. پس قبل از عمل سر میزنند به قربانی. این نوعی تسلای خاطر است که پزشک میدهد به بیمارش تا او احساس نکند که قربانی است، تا پزشک را مسیح ببیند نه یک جلاد. حالا درست در لحظه‌ای که داشت خداحافظی می‌کرد، رو کرده بودم به این مسیحی که در پایان روزی خسته کننده آمده بود به تسلایم و گفته بودم حقیقت کدام است دکتر پانتیه؟ گره داد به ابروها. چینها جمع شدن در وسط پیشانی و نگاهش برگشت به جایی در اندرون ذهن. میخواست بفهمد به کلم زده است یا حرف حساب میگویم. گفتم دو طرف صفحه کامپیوترم 2 بلنگو هست که روکش پارچه‌ایش را همیشه خاکستری میدیدم. پس از آن که چشم راستم را عمل کردید متوجه چیز عجیبی شدم. با چشم چپ که نگاه میکنم این بلنگوها همچنان خاکستری اند، اما با چشم راستم آنها را بنفش میبینم. یک رنگ زنده و شفاف. گفتم بنفش یا خاکستری، کدام یک از این دو چشم حقیقت را به من میگوید؟ دستش را گذاشت زیر چانه. کراوات قرمز خوش رنگش پنهان شد زیر آستین آبی کت. آن لبخند زیبا حالا رفته بود زیر پوست گونه ها، مثل برقی از تحسین، و میتابید مثل درخشش نوری از پس ابر. نه این و نه آن. حقیقت چیزی است میان بنفش و خاکستری. دکتر پانتیه رفت، اما پرسش‌های من تازه آغاز شده بود. آخر آدم فقط به چشم‌های خودش میتواند اعتماد کند و حالا همین تنها نقطه اعتماد هم داشت ویران میشد. فردا که چشم چپم را هم عمل می کردند برای همیشه با هر حقیقت مطلقی ودا می کردم و رها می شدم در جهان مشکوکی از رنگ ها و حجم های گوناگون. راست است که این اواخر در آستانه کوری بودم و هیچ یک از رنگ ها و ابعادی که می دیدم حقیقت نداشت. اما چه کسی می تواند بگوید که فردا 2 چشم مصنوع به من حقیقت را خواهد گفت؟ دلم به شور افتاد. نه فقط برای حقیقت که گم می شد برای ابد، که برای دغدغه‌ای عاجل‌تر، چیزی انسانی و دم دست. دفعه پیش خروج من از اتاق عمل ساعت 8:55 صبح بود و اصابت هواپیماها به آن 2 برج غولاسا ساعت 9. اگر نوبت عمل من درست بعد از اصابت هواپیما بود، بله من هم به جای دکتر پانتیه بودم، چشم کسی را که کشورش این تخم لق را شکسته است بیرون می آوردم از کاسه. حالا آن بار شانس آوردم، این بار چه؟ حالا چه کسی تضمین می کند که فردا اندکی پیش از ورود من به اتاق عمل، مردی که به حقیقت مطلق رسیده است هواپیمایی را نزند به برج مونپارناس؟ چه کسی تضمین می کند که مسیح معجزه‌گر من در آن لحظه خشم ناگهان تیغ را مثل مغاری که بچرخانند در کنده نچرخاند در کاسه چشم؟ به سرعت لباس پوشیدم و راه افتادم به طرف در.